نشریه جنبستی برنامه اطلاعاتی نوید است. مستقیما از تلویزیون سفینه در استودیو حبیبه کامل و سرود ترجمان اورنگ قمرов. тавre خبر داده بودیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سفر کاری در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا قرار دارند. در دوره این سفر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک در همایش آینده اشتراک و سخنرانی کرده. همچنین با رهبران یک قطار کشورها و تشکیلات و سازمانهای با نفوذ جهانی ملاقات‌های سودمند انجام دادند. حالا توجه کنید به گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دیرکتور اداری بانک جهانی اوید به عملیات‌ها خانم آنا بیرد ملاقات نمودند. در واخور مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد با نفوذ بین‌المللی بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان بانک جهانی را یکی از شریکان اساسی رشد کشور نامیده از همکاری با ثمر با آن اظهار قناعتمندی نمودند. تاکید گردید که در طول 31 سال همکاری دو جانبه با دستگیری مالیوی بانک در تاجیکستان 116 لایحه افضلیتناک در ساحه‌های اجتماعی، نقلیات، انرژتیک و کشاورزی به مبلغ عمومی 2.9 میلیارد دلار تطبیق شده است. مسائل جلب مبلغ برای تطبیق طرح‌های رشد اقتصاد ملی و تأمین هدف‌های اجتماعی کشور، همکاری در ساحه‌های گیدروانرژتیک، صنعت، دسترسی به انرژی سبز و رشد اقتصاد سبز از موضوعهای عمده صحبت بود. با بانک جهانی برای پیشرفت و اقدام‌های عملیش در روند مبلغ‌گذاری ساختمان نیروگاه راهون اظهار سپاس کرده شد. همچنین اوید به پیشگیری و کاهش دادن تاثیر عامل‌های گوناگون بیرونه به اقتصادیات تاجیکستان، جلب مبلغ‌های علاوه‌ای و ادامه روند اصلاحات تبادل اندیشه صورت گرفت. تاکید گردید که تاجیکستان دارای ذخیره‌های فراوان طبیعی به خصوص تولید انرژی برقرار شونده و رشد کشاورزی میباشد و ضرور است که برای استفاده با ثمر از این امکانات دستگیری‌های بین‌المللی مالیوی و تکنیکی افزون گردد. همچنین اوید با دیگر موضوع‌های مورد توجه طرف‌ها گفتگوی سودمند صورت گرفت. We just concluded a very productive meeting with His Excellency the President. همکنون ما گفتگوی ثمربخشی را با جناب پرزیدنت تاجیکستان خلاصه برداری کردیم. از جمله در مورد برنامه مخصوص اوید به دستگیری و شریکی‌مان به خصوص در ساحه انرژتیک. البته بانک جهانی در این جهت با شریکان زیادی رشد همکاری را به راه مانده است با مقصد دستگیری نمودن تاجیکستان در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون. البته این مسئله برای بررسی شدن جنبه‌های زیادی دارد. خرسندی بخش است که گفت‌وشنیدهای امروزه خوب انجام یافتند و ما یک جا با شریکان رشد امیدواریم که در این لایحه پیش گرفته‌مان مبلغ‌گذاری مقصدناک به راه مانده می شود. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در همایش آینده اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز سخنرانی تاکید داشتند که این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، رفع کمبزاعتی، حفظ صحتی عامه، وضع زندگی زنان، تحصیلات فراگیر و دیگر مسائل گلوبالی باز یک امکانیت مناسب را فراهم آورده است. ضمن تحلیل وضع مرکب سیاسی در جهان از جمله خوف و تهدیدهای معاصر به صلح و امنیت، سرور دولت ما اظهار اطمینان نمودند که اشتراکداران همایش امروزه برای حل مسائل‌های وابسته به اصلاحات ساختار بین‌المللی مالیوی و تکمیل دادن واکنش‌های بین‌المللی به خطر و تهدیدهای معاصر تدبیرهای مشخص می‌اندیشند. به اندیشه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چاره‌های عاید به حل مشکلات اقلیم، ساحه آب و بهداشت پیش بینی شده هنوز کافی نیست. در این ضمن تاکید شد که تاجیکستان نقشه دارد در همکاری با دیگر کشورها سعی و تلاش‌های خود را برای تطبیق منبعده تشبس‌های سازنده خویش در مسائل مربوط به آب و تغییریابی اقلیم تقویت بخشد. روند تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 یکی از نمونه‌های روشن تلاش‌های پیوسته کشورها در این جاده نامیده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که جامعه جهانی می‌تواند تنها توسط مکالمه و همکاری سازنده در پیدا کردن راه‌های رفع خطرهای معاصر کامیاب گردد. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین اوید به تحکیم و توسعه همکاری کشورها
برای رسیدن به هدفهای رشد استوار در سطح جهانی، اندیشیدن تدبیرهای مشترک بهر تامین امنیت فراگیر و پیشگیری از ظهورات تروریسم و افراطگرایی و دیگر تهدیدهای گلوبالی اندیشه‌رانی نمودند. ضمناً محترم امامعلی رحمان به صفت راهبر کشور میزبان روند دوشنبه اوید به مبارزه بر ضد تروریسم از درج گردیدن این موضوع در پیمان به خاطر آینده که از روی نتیجه های این سمیت قبول می شود استقبال نمودند. تاکید کرده شد که کشورهای عالم باید از اقدامهای مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاعها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیرند. در رابطه با این پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که توسط قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. همزمان با این ضرور شمرده شد که سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه‌های بین‌المللی و منطقوی مولوی در هماهنگسازی تلاش‌های جامعه جهانی به مقصد رسیدن به رشد استوار اقدام‌های فعالتر را راه‌اندازی نمایند. I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیر کل، خانم‌ها و جنابان، نخست می‌خواستم به دبیر کل سازمان ملل متحد برای تشکیلات سمیت آینده و دعوت برای اشتراک در این همایش مهم عزیز سپاس نمایم. با سعی و تلاش‌های هماهنگسازانه پیمان به خاطر آینده نمایندگان آلمان و نمیبیا را بلند ارزیابی می‌نماییم. این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، حفظ سلامتی عامه، رفع کمبزاعتی، وضع زندگی زنان، تحصیلات فراگیر و دیگر مسائل گلوبالی باز یک امکانیت مناسب را فراهم آورده است. مسائل وابسته به خلع سلاح، نظارت اسلحه و خفف تهدیدهای معاصر به صلح و امنیت همانا توجه جدی ما را تقاضا می نماید. مطرح گردیدن مشکلات آب و اقلیم در سند نهایی این سمیت ضرورت ادامه عملهای تأخیر ناپذیر کشورهای عضو و دیگر طرفهای منفعت‌دار را به خاطر تأمین نمودن آینده آسوده و آرام برای نسل‌های بعدی ثابت می‌سازد. روند تطبیق 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 یکی از نمونه‌های روشنی تلاش‌های پیوسته ما در این جاده می‌باشد. حاضرین گرامی، قبول گردیدن پیمان به خاطر آینده از نتیجه این سمیت به شرایط راست می آید که در منطقه‌های گوناگون سیاره میلیون‌ها نفر مردم آسایشته و خفت و تهدیدهای گوناگون امنیتی دچار شدند. جامعه جهانی می تواند تنها توسط مکالمه و همکاری سازنده در پیدا کردن راه‌های رفع خطرهای معاصر کامیاب گردد. تحکیم و توسعه همکاری ها، جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار از اقدام‌های مشترک در راه تأمین صلح و ثبات پایدار وابستگی بی‌واسطه دارد. از این لحاظ ما در سطح جهانی اندیشیدن تدبیرهای مشترک را با مقصد پرزور کردن همکاری و همیاری برای تأمین امنیت فراگیر مهم شماریم. تاجیکستان با صفت کشور میزبان روند دوشنبه اوید به مبارزه بر ضد تروریسم از درج گردیدن این موضوع در پیمان در برابر دیگر موضوعهای کلیدی استقبال می نماید. ما از نقش کلیدی و هم آهنگسازی سازمان ملل متحد در این جاده جانبداری می نماییم. خانم‌ها و جنابان، امروز ما شاهد افزایش نزاع‌ها در مناطق گوناگون جهان هستیم که صدها هزار تلفات جانی را میان اهالی آسایشته در پی دارد. ما رهبریت دولت‌ها را ضرور است که اطراف هدف‌های عمومی با مقصد تأمین صلح پایدار در تمام کره زمین و خاتمه بخشیدن بر رنج و عذاب آدمان بر اثر جنگ‌ها و
و پیامدهای دهشتبار آنها متحد شویم. وقتی آن رسید است که ما از اقدامهای مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاع‌ها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیریم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. همزمان با این ضرور می‌شماریم که سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه‌های بین‌المللی و منطقوی مالیوی در هماهنگسازی تلاش‌های جامعه جهانی با مقصد رسیدن به رشد استوار اقدام‌های فعالتر و راه‌اندازی نماید. اطمینان دارم که سمیت امروزه برای بررسی عمیق و حل مشکلات جهانی معاصر زمینه مناسب خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد ولادیمیر ورانکوف ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری دوجانبه و خطر و تهدیدهای جهان معاصر بررسی شد. تأکید گردید که وقتهای آخر جامعه جهانی هرچه بیشتر به تهدیدهای دارای خصوصیت اکستریمیستی، تروریستی و نزاع‌های مسلحانه روبرو می شود. برای مقاومت با چنین تهدیدها استفاده از امکانات خدمات داخلدار، ساختارهای مخصوصی سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی ضرور شمرده شد. ذکر گردید که در کنفرانس قریب الوقوع در دولت کویت در چهارچوب روند دوشنبه اوید به مبارزه با تروریسم، مسائل مبرم مبارزه با تروریسم بین‌المللی بررسی خواهند شد. همچنین اوید به دیگر موضوع‌های وابسته به تامین امن و ثبات در منطقه و جهان تبادل اندیشه صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کل سازمان جهانی آب و هوا سنجی خانم سلستا ساولو ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد بین‌المللی و روزنامه گلوبالی آب و اقلیم سازمان ملل متحد بررسی شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز از تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان در دایره روند آب دوشنبه یادآور شده اظهار داشتند که در این زمینه ما به همکاری با سازمان جهانی آب و هوا سنجی که چندین 10 سالها ادامه دارد اهمیت خاص می‌دهیم. نقشه در سال 2025 برگزار شدن کنفرانس بین‌المللی سطح بلند در موضوع حفظ پریخ‌ها نمونه این همکاری نامیده شد. با مسائل‌های مربوط به تغییریابی اقلیم، سیل و آبخیزی، فرآمدن یخ و ترمه، تأثیر منفی آفت‌های طبیعی بر اقتصاد کشورها، دیگر پیامدهای فلاکتبار و پیشگیری آنها توجه زیاد ظاهر گردید. تحکیم منبع اقتدار تکنیکی اجنسی آب و هواسنجی تاجیکستان، بالارداشتن سطح کسبی کارمندان آن و آماده کردن متخصصان جوان مخصوصا در ساحه آب و هواسنجی، اقلیم شناسی و هیدرولوژی سمت مهم و سودمند همکاری با سازمان جهانی آب و هواسنجی ارزیابی شد. همچنین اوید به دیگر مسائل مورد توجه دو جانب گفتگوی سودمند صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات نمودند. در ملاقات رشد همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که ما نقش سازمان را در تطبیق برنامه‌های مهم سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی کشورمان قدر میکنیم. جانب‌ها وضع مرکب و زود تغییر یابنده جهان، پیامدهای بحران‌های اقتصادی و مالیوی، کمبیزاتی و ناامنی عضوقواری را محاکمه نموده، عمل‌های دستجمعانه جامعه جهانی را در این سمت‌ها ضرور شمردند. با مسائل تغییریابی اقلیم، نارسایی آب آشامیدنی، آبشوی پریخ‌ها، نابودشوی گوناگونی بیولوژی و وضع اجتماعی اقتصادی، رسیدن به هدف‌های رشد استوار، تطبیق روزنامه 2030 و نتیجه‌های سمیت آینده توجه زیاد ظاهر گردید. مسائل آمادگی به کنفرانس بین‌المللی حفظ پریخ‌ها در سال 2025 و کنفرانس نوبتی سازمان ملل متحد اوید به مسائل‌های آب در سال 2028 که هر دو در شهر دوشنبه برگزار خواهند شد نیز از موضوعهای مهمی صحبت بود. مبادله افکار دایر به مسائل‌های مبرم مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدیدهای امنیتی هم صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان
در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در واخور مجموع مسائل همکاری تاجیکستان و ایران بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از رشد و توسعه نظررس روابط دوستی و برادری و همکاری متقابلا سودمند با جمهوری اسلامی ایران یادآور شدند. اظهار داشتند که ما آماده می‌باشیم نیز برای تقویت آن تدبیرهای مشترکی عملی اندیشیم. با گسترش مناسبت‌ها در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد و تجارت، تقویت روابط علمی و آموزشی و تعلیمی دو کشور و رشد همکاری فرهنگی توجه زیاد ظاهر گردید. برنامه درازمدت همکاری اقتصادی و تجارتی دو کشور تا سال 2003، همکاری عملی در دایره کمیسیون مشترک بین حکومتی و جلب امکانات کمیته مشترک سرمایه‌گذاری برای تطبیق پیگیرانه نقشه‌های موجوده مهم دانسته شد. در فراورد ملاقات پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از محترم مسعود پزشکیان دعوت نمودند که در فرصت برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف بیارند. امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان دوره دومی آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت آغاز گردید. اعضای حکمان آزمون از حساب کارمندان ساختارهای مربوطه دولتی انتخاب گردیده از سیاستمداران، دانشمندان و تاریخ‌شناسان دانشگاه‌های عالی مملکت عبارت می‌باشند. بیشتر موضوع در گزارش همکاران ما. آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت باری نخست است در کشور برگزار کرده می شود. نوابسته از آن داوطلبان در این تدبیر اشتراک فعالانه دارند. مکان برگزاری دور نهایی آزمون کتابخانه ملی تاجیکستان انتخاب گردیده برای اشتراکداران تمامی امکانات‌ها فراهم آورده شده است. از جمله برای در سطح بلند گذراندن آزمون 3 تالار مؤسسه آماده گردیده است که خوانندگان می توانند به یگان ممنوعیت از این امکانات‌ها استفاده برند. یکی از این تالارها مخصوص با نام همین آزمون تالار خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت نامگذاری شده است که در آن دانشجویان مکاتب عالی دانش سنجی می نمایند. در رسم افتتاحی آزمون خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت وزارت و اداره‌های داخلدار و غالبان دورهای اولی آزمون اشتراک نمودند. هر نقطه‌ای که در مورد آموزش تاریخ تاجیکان، زبان تاجیکان و در مورد شناخت چهره‌های ماندگار فرزندان این ملت با ناموس و ملتی که از قدیم الایام دانشمند بوده است، هر یک بیانی که پیشوای مذهب ملت کردند از جانب جامعه علمی همچون اکسیوم قبول کرده شده است. این مسائل هایی بودند که قبلا بحثناک بودند و امروز همچون اکسیوم قبول گشتند و ما افتخار از آن داریم که پیشوای مذهب ملت در این راه موفق شدند و این اثرهای ماندگار برای امروزیان و آیندگان در شناخت ملت تاجیک اثرهایی هستند که در تاریخ ملت با خطهای زرین نوشته خواهند شد. اعضای حکمان در همکاری با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده از سیاستمداران، دانشمندان و تاریخ‌شناسان دانشگاه‌های عالی مملکت عبارت می‌باشند. آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت با مقصد ارجح‌گذاری به تاریخ پرافتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنمایی‌های نجیب و فعالیت شایسته پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه نجات دولت، تحکیم وحدت ملی، اعمار مدل نو دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه تاجیکستان در شرایط نو تاریخی و به این وسیله دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، تقویت قابلیت کاردانی و راهبری، آموزش همه‌جانبه مکتب دولتداری پیشوای ملت در بین نسل جوان اهالی جمهوری، به خصوص دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی در مملکت راه اندازی شده در 2 دور برگزار می‌گردد. مقصد از برگزاری آزمون همین بود که جوانان ما توسط اثرهای پیشوای مذهب ملت هم از تاریخ و فرهنگ و ملت خود آگاه باشند و هم ارجگذار باشند به مانندی که پیشوای مذهب ملت به ارزش‌های تاریخی ارج می‌گذارند. و دیگر آن است که توسط این کتاب‌ها در هر قلب هر یک جوان محبت به وطن، صداقت به دولت، به ملت باز هم مستحکم‌تر شود و جوانان ما در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی تربیت یابند تا توانند این مرز بوم را به نسل‌های آینده به آن شکلی که امروز هست
واگذار نمایند. در مجموع در دور نهایی آزمون 268 نفر داوطلب اشتراک میکنند که از این 78 نفرشان از مؤسسه‌های عالی تعلیمی میباشند. یکی از آنها فریده ابراهیمова است که او در دور منطقوی از شهر حصار با برتریت خاصه به دور نهایی آزمون راه یافته است. برایم باعث افتخار است که امروز در یکی از آزمون‌های با نفوذ مملکت یعنی بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت همچون داوطلب اشتراک نموده ایستادم. برایم باعث افتخار است که در چنین مملکت آباد و آزاد زندگی میکنم که نامش تاجیکستان است. ما شکرگزار از این همه غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میکنیم که برای ما نسل نورس و جوانان چنین آزمون‌های با نفوذ را راه اندازی نمودند. من یک چند اثرهای پیشوای ملت یعنی از آریان تا سامانیان، تاجیکان در آینه تاریخ، زبان ملت، هستی ملت، افقهای استقلال و دیگرها را مطالعه نمودم. آزمون خیلی شفاف راه اندازی گردیده برای ما اعضای حکمان سوال‌هایی که در داخل نظامنامه آزمون بودند و ما سوال و جواب نمودند و من خوشبختانه در دور جمهوری این آزمون راحت یافتم. باید گفت که شفافیت در آزمون تامین بوده، همچنین برای نظارت آن تالار مخصوص والدان و آموزگاران با نصب مانیتورها فراهم گردیده است. موادهای کانسلیاری و ادبیات لازمه دیگر جزء آزمون را تشکیل می‌دهد که داوطلبان از آنها وسیع استفاده می‌نمایند. دور اول آزمون در شهر و منطقه‌های کشور دوام سال جاری برگزار شده، بهترین‌ها تا 28 سپتامبر میانی هم نیروسنجی می‌نمایند. در شهر دوشنبه مراسم جایزه‌سپاری دور دوم آزمون جمهوریوی ترنم وطن برگزار گردید. آزمون مذکور با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده. ضمن آن غالبان معین و با دیپلم و مکافات‌ها قدردانی گردیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. ҳаминак бо баргузории як чорабинии тантанавӣ маросими ҷоизасупории даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тараннуми ватан ки бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯи даст гирифта шудааст, ҷамъбаст ва натиҷагирӣ карда шуд. дар маросими қадрдонии озмуни мазкур роҳбарони вазорату идораҳо, рӯзноманигорон, мутахассисон ва кормандони ниҳодҳои давлатӣ иштироку суханронӣ намуданд. роҳандозии тадбири мазкурро масъулин дар боло бурдани ҳисси худшиносии ҷавонон, тарғиб ва тарбияи эҳсоси ватандӯстӣ дар замири ҳар фарди мамлакат, ифтихор аз истиқлоли давлатӣ ва кашфи истеъдодҳои ҷавон некманидод карданд. тавре зикр гардид озмуни мазкур тавонист онҳоеро ки эҳсоси баланди ватандӯстӣ, ифтихор аз истиқлолияти давлатӣ доранд, ҷамъ биёрад ва як дилнома ё меҳрномаи худро баҳри ҳамватанон пешниҳод созад бо қироати як шеър ё суруд. дар маросими даври дуюм аз миёни ҳамон қадар иштирокчиёне ки иштирок кардагӣ буданд, танҳо барои даври ҷамъбастӣ ба аъзои ҳакамон 155 нафарро интихоб карданд ки маводҳои онҳо ба талаботи низомномаи озмун ҷавобгӯ буд. ва аз миёни 155 нафар имрӯз 70 нафари онҳо бо туҳфаҳо қадршиносӣ мегарданд. дар баробари ҷойҳои якуму дуюму сеюм инчунин 30 нафар беҳтаринҳо дар беҳтарин тараннумгарони ватан миёни наврасон интихоб шудааст ва 30 нафари дигар беҳтарин тараннумгарон миёни калонсолон интихоб шудааст ки ҳамаи ҳамин 60 нафар беҳтаринҳо бо туҳфаҳои пулӣ, сипоснома ва ҳамзамон туҳфаҳои дигаре ки туҳфаҳои арзишманде ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян кардааст қадршиносӣ мегарданд. шудем ки имрӯз тавонистем бо қироати як шеъри пурмазмун дар ҳамин озмун соҳиби ҷои сеюм шудем. ба ҳамаи иштирокчиёни ин озмун шурӯъ аз кӯдакон ба наврасон, ҷавонон ва ҳатто ба нафароне ки синну солашон ба ҷое расида буд, ба ҳамаи онҳо ҷоизаҳо тақдим шуд ва фикр мекунам ин ташаббуси кумитаи ҷавонон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон боз минбаъд идома меёбад. иброз гардид ки даври дуюми озмуни тараннуми ватан бахшида ба 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ рӯи даст гирифта шуда, давоми 3 моҳ ба унвонии кумита ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон маводҳои зиёд пешниҳод шуданд ва аз миёни онҳо 155 тои он ба низомномаи озмун мутобиқат намуданд. маводи ирсол намудаи иштирокчиён танзим ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҷой дода шуд.
баҳри таъмини шаффофият барои баҳои арзанда додан ба матлабҳо дар ин муддат комиссияи босалоҳият тавонист ба маводи муаллифон баҳои воқеӣ диҳад. дар ин даври озмун иштирокчиён аз рӯи ду номинатсия беҳтарин қироати шеър ва беҳтарин суруди тараннумгари ватан ширкат намуданд. бо натиҷагирӣ аз озмуни мазкур ғолибон бо сипоснома диплом ва тӯҳфаҳои молию пулӣ қадрдонӣ шуданд. ҷиҳати болидарӯҳии иштирокчиён дар охири чорабинӣ барномаи рангини консертӣ маҳзури аҳли толор карда шуд. مردی پاک جان تو